روز 4 دکامبر نصف روزی در کیلومتر 5 راه روشن نوی پول در نوحه ساسنوی ولایت چلیابینسک در نتیجه برخورد ماشین سبکروی تمغه لادا گرانتا با میکرواتوبوس مسافربر دو دختر 18 ساله سوار لادا در جای حادثه به هلاکت رسیدند. پلیس روی ولایت چلیابینسک شخصیت قربانیان این صدمه را آشکار نکرده است، ولی خبر داد که راننده ماشین سبکرو شهروند 21 ساله تاجیکستان بوده بر اثر صدمه جراحت‌های وزنین برداشت. او را در حالت مدهوشی در بیمارستان بستری کردند، ولی او در آنجا جان داد. پلیس روی ولایت چلیابینسک میگوید بنا به معلومات اولیه راننده لادا به سمت دهه روشن حرکت میکرد. از عهده اداره واسطه و نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت برآمده است و به میکرواتوبوس برخورد است. تحقیق قضیه ادامه دارد. پلیس گفت هنگام صدمه در داخل میکرواتوبوس 8 مسافر قرار داشتند، ولی در مقایسه با لادا میکرواتوبوس و راننده و مسافرانش آسیب جدی نبرداشتند.